سلام به همه هموطنهای خوب و با صفای خودم. امشبم قصد دارم فازمتر موشکافی رو تو فاز شاخ به شاخ شدن خامنه و کوسه نگه دارم. اگه یادتون باشه چند روز پیش خامنه از زبون یکی از نوچه‌هاش به رفسنجانی گفت که پیر و خرف شدی و هوش و حواس درست حسابی نداری، یعنی یا باید خودت بری کنار یا قیچیت میکنم. حالا جواب کوسه رو ملاحظه کنید. پیشبینی هاشمی از نتیجه انتخابات 94. با وجود محدودیت‌ها همانند انتخابات سال 92 که رشته خیلی ها برای آینده نظام پنبه شد، در انتخابات اسفند ماه نیز کسی را یارای مقاومت در مقابل خواست اکثریت نخواهد بود. آقا این که دیگه تهدید نبود، تهدید بود. داره به سید علی التیماتوم میده، میگه رشته ها تو پنبه میکنه، میگه حتی اگه منو راه ندی مثل سال 92 باقی نوچه هامو میندازم به جونت. تازه این اولش بود. کوسه چند تا پس کردنی دیگه هم واسه عظما آماده کرده بود. یکی از این پس کردنی ها دیدارش با پاسدارای جام زهری بود. سه‌شنبه 3 آذر رزمنده های دفاع مقدس به دیدار فرمانده آمدند. حرف قشنگی میزند یکی از آنها. میگوید برای دیدن آقای هاشمی لازم باشد روی میدون مین هم میرویم. عجب نمایش روحوزی را انداخته این شیخ اکبر. خودشو جای فرمانده عمامدار نشونده و غیر مستقیم به ولی فقیه میگه ببین این پاسدارا حاضرن به خاطر من روی مین برن، اما برای تو ترم خورد نمی کنن. حالا همه این مهمون بازی ها برای چیه؟ الان میگه. حرف آخر آقای هاشمی به بچه های جنگ حرف اطمینان قلبی است. برجام با تمام کارشکنی ها راه افتاد و جلوداری هم نخواهد یافت. وضعیت انتخابات هم برای آقای هاشمی همینطور روشن است. این همون چماق زهرمالی شده رفسنجانیه که میخواد باهاش به نوچه های خودش دل بده و همزمان توی دل دلواپسا رو خالی کنه. سهم شیخ فری هم توی این تیر و تیرکشی اینه که هر از گاهی یه تیری به سمت دایناسورای شورای نگهبان خامنه در کنه. یه کسی گفت که من نسبت به شورای نگهبان نظر خاصی دارم. من نظرم نسبت به شورای نگهبان نظر قانون اساسی است. قانون اساسی شورای نگهبان رو ناظر میدونه، ما هم ناظر میدونیم. تا اینجا هرچی بود زمین سازی بود، تبندی بود. حاجی خاطره این بار برگ اصلیشو از تو جیب عبای امام گور به گوریش کشیده بیرون. سید علی خمینی از قطعی شدن کاندیداتوری سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان رهبری خبر داد. لابد رفسنجانی حالا به خامنه میگه اصلا گیرم من خرفت و هافافو. بگو ببینم این پس مونده امامو چی میگی؟ اگه راست میگی اینو قیچی کن تا روح کپک زده امامو بفرستم سر وقتت. اینجاست که جیغ عظما به هوا میره و شریعت نداریشو میفرسته سر وقت اکبر کوسه. کرم خوردگی و فساد زدگی دفتر یک رجل سیاسی مدعی همراهی با نظام و انقلاب تا کجا؟ این پیچک های سرطانگون اگر به پروپای سیاستمداری حلقه زدند اجازه حیات و بالندی سالم سیاسی را می دهند؟ چرا قبیل این جماعت در مدیریت مرکز اسناد دانشگاه آزاد و برخی مراکز دولتی تصمیم گیر یا تصمیم ساز به کار گمارده می شوند؟ دوستان همه این سر و صداهایی که از نظام ولایت بلند میشه علت داره. علتش هم اینه که تو مغز پر از کاگل این نظام یه خبراییه، یعنی تیغ جراحی داره زیر عمامه ولایت میچرخه و خلاصه یکی باید اون یکی رو تمام کوب کنه. حالا باید وایساد و ادامه این شاخبازی رو زیر نظر گرفت.
چه خامنه کوسه رو دک کنه و چه کوسه خامنه رو کنار بزنه، در هر حال این نظام ولایته که آشولاش میشه. آقا خوشحال شدیم دیدمتون. تا یه شب دیگه و یه موشکافی دیگه، شب همگی بخیر.